صبر و پاداش آن. علامه محمد ابن صالح رحمه الله می گوید اگر انسان در مقابل مصیبت ها صبر پیشه کند اما انتظار اجر و پاداش نداشته باشد، صبر بر مصیبت سبب پاک شدن گناهانش می شود و اگر در مقابل مصیبت صبر پیشه کند و انتظار اجر از سوی پروردگارش داشته باشد، علاوه بر پاک شدن گناهانش بر وی اجر و ثواب نیز می رسد. معنای انتظار اجر داشتن این است که او پیش خودش معتقد باشد که با این صبر به او ثواب خواهد رسید و در مورد الله تعالی گمان نیک داشته باشد. الله عز و جل نیز آنچه را که وی در مورد الله گمان نموده است به او عطا می کند. الله تعالی می فرماید: به نام خداوند بخشنده و مهربان، صبر کن و صبر تو جز به توفیق الله نیست و به خاطر کارهای آنها اندوهگین و دلسرد مشو و از مکرشان دلتنگی مکن. پس ای برادری که بر سرت مصیبت آمده است، پس صبر را پیشه کن. صبر را پیشه کن و انتظار اجر از آن بنما که پروردگار به عوض این صبرت به تو اجر و پاداش می دهد. حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب